خب گفتیم این اولین برنامه‌مون که درباره دعا هست و با یه دعای مستجاب شروع بکنیم که صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله رب العالمین. ما نعمت‌های زیادی داریم به برکت مسلمان بودنمون. یکی از بزرگترین نعمت‌هامون هم همین صلوات بر محمد و آل محمد هستش. خب اجازه بدید من خدمت آقای بهمنی عزیز که قدم به چشم من گذاشتن سلام و خیر مقدم عرض بکنم. آقا سلام. سلام عرض خیلی خوش آمدین. چقدر چقدر خوشحالم از زیارتتون. مخلص شما هستیم. سلام بر بینندگان برنامه یاد خدا. سلامت باشید. محبت دارید. قربون شما برم. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید با توجه به همین مشغله‌ای که دارین. قدم به چشم ما گذاشتین و میتونیم راجع به یه موضوع مهم، خیلی مهم صحبت بکنیم. انشاءالله. اونم از زاویه نگاه قرآن کریم به موضوع دعا که آیات فراوانی داریم، مستقیم غیر مستقیم به این موضوع اشاره شده و از هر جاش که شما صلاح میدونید و به نظرتون مهم هست شروع بفرمایید. اگه برای من سوالی پیش اومد شما اجازه دادین میپرسم، اگر هم که خدمت شما هستم. مخلصیم. ما در خدمت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سخن احساس میکنم لازم محدوده مخاطبان رو من مشخص بکنم که در جغرافیای مخاطبان من کیان. درست. اساسا وقتی درباره دعا سخن میگیم طبعا مخاطبان ما الهیون عالمن. ما با ملحدان و کسانی که مبدأ بی‌نیازی رو قبول ندارن طرف سخن ما نیست. درست. البته در واقعیت این به اصطلاح این گستره ای رو که عرض کردم برای مخاطبان، اون چون که واقع میشه کسانی هستند که الان تلویزیون رو باز کردن و شبکه قرآن رو برای دیدن انتخاب کردن. الهیون عالم همه کسانی که خدا رو میپذیرن میتونن مخاطب ما باشن، چون همه کسانی که خدا رو میپذیرن نیاز به خدا رو هم پذیرفتن و نوعی تعامل با خدا رو هم دارن در مناسکشون، در رفتارشون. این هیته مخاطبان ما که میتونه فراتر از مسلمانان باشه. همینطوره، قطعا همینطوره. هر الهی در هر جای جهان. نکته بعدی اینه که ببینیم خود دعا چیه. وقتی ما میگیم دعا چه چیزی رو مراد میکنیم. درست. دعا طلب و درخواست شخص نیازمند از یک وجود بی نیاز. حقیقت دعا اینه که نیاز رو رفع بکنه. ما به طور خاص از دعا وقتی این مفهوم رو به کار میبریم درخواست از خدا رو مراد میکنیم. درست. کسی درخواست از چیزی دیگه به ذهنش نمیاد. در فرهنگ ما، در فضایی به طور خاص الهیون. همینطوره. بله. یعنی وقتی میگیم دعا، اون طرفی که ما از اون مثلا او خداست. بله، خداست. البته دعا 3 رکن داره. یک شخص نیازمنده، یک نیاز، یعنی دوم نیازه، و سوم و از همه مهمتر اون مبدأ بی نیازه. درست. 3 رکن داره. 3 چیز باید باشه تا دعا اتفاق بیفته. یه نیازمند، یک بی نیاز، یک خود نیاز. سخن اول ما درباره اون وجود بی نیاز مطلقه که البته این به 2 صورت هست. یعنی گاهی ما بی نیاز مطلق حقیقی رو برای دعا برمیگزینیم، گاهی هم نه، اشتباه میگیریم کس دیگری رو. گزارش های قرآنی اینا رو نشون میدن. هر دوی اینها رو به ما
میگن که انسان گاهی سراغ بی‌نیاز میره، بی‌نیاز مطلق حقیقی، گاهی سراغ یه وجود که خودش نیازمنده و کاری هم ازش بر نمیاد. عجب. مثلا من تکیم بر خود قرآنه، به استدلال عقلی و اینا. البته مضامین قرآن عقلی هن. تا چون طرف ما اونهایی که بیشتر این شبکه رو نگاه میکنن دیگه دلداده قرآنن. همینطور. قرآن برای تذکر ما کافیه. درست. هرچند قرآن مشفون از عقله، همه گزاره ها برای انسان خردمنده. درست. مثلا در سوره حج آیه 64 درباره خدای تعالی می‌فرماید که له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید. اینقدر روشنه نیاز به ترجمه نداره. در این حال برای اوست آسمان ها و زمین و خدا همون غنی حمیده. برخی درباره این تعاقب صفت حمید بعد از غنی گفتن که اغنیا معمولاً حمید نیستن، ستوده نیستن. وقتی که غنی میشن کارهای ناشایسته انجام میدن، دستشون که به دهنشون رسید طغیان میکنن. ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا. همین که خیال کنه مستغنی شده طغیان میکنه. خدای تعالی حمیده. و همین مضمون در سوره لقمان آیه 26 هم آمده. درست. همین عبارت تقریبا. و باز در جای دیگه یه دوگانه آمده که بیشتر نشان میده که این رو در جای دیگری هم ما استفاده خواهیم کرد. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم شما فقرایید به سوی خدا و خداست که غنی حمیده. معمولا غنی رو خدای تعالی با حمید آورده. بله. که اون دوگانه رو عرض کردم. غنای در ما سوی الله و از جمله در انسان سبب طغیان و استکبار میشه. خب این بیانی درباره که اون بی‌نیاز مطلق. بی‌نیازهای دروغینی هم هستن و ادعایی هم. در سوره مبارکه حج آیه 62 می‌فرماید ذالک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. خدا حقه، هو الحق، فقط اون حقه. و اون چرا که شما از غیر خدا فرا میخوانید، دعا میکنید، اونها باطلن، کلن باطلن. و خدایی که بلند مرتبه و بزرگه. این داره اون بی‌نیازهای دروغین رو، چون تا بی‌نیاز فرض نکنیم که صداش نمیزنیم، ازش چیزی نمیخوایم. اصلا منطقی نیست از چیز زیادی. منطقا بله. خدای تعالی این خرد رو در بشر قرار داده، باید در خرد ورزیش اشتباه بکنه که چنین کاری بکنه. یا در سوره مبارکه نساء می‌فرماید که با تفصیل بیشتری
والذین یدعون من دونه، کسانی که غیر از خدا رو دعا میکنن، فرا میخوانن، لا یستجیبون لهم بشیء، هیچی رو نمیتونن اجابت کنن. الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه، مثل کسیه که این شخص مثل کسیه که دستشو به سمت آب ببره، آب رو بخواد به دهانش برسونه و نمیتونه برسونه، چون اصلا آبی در کار نیست که برسونه. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، دعای کسی که به اون بی‌نیاز حقیقی کافره، نادیده میگیره اون رو و یک بی‌نیاز ادعایی رو فرا میخونه، دعا میکنه، این جز در گمراهی نیست. باز نمونه دیگری رو که قرآن کریم این بی‌نیازهای ادعایی رو بیان میکنه، سوره مبارکه نساء آیه 117. خب این آیه 117 سوره مبارکه نساء رو قبل از که شما بفرمایید میخواین تلاوتش رو بشنویم؟ خیلی متشکرم. آره الان پخش بکنم بعد توضیحش رو شما بفرمایید. اشکال نداره؟ نه. زنده باشید. بفرمایید. بسم الله در خدمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این آیه 117 سوره مبارکه نساء آخرین آیه بود که قبلتر حاج آقای بهمنی عزیز بهش اشاره کردن، توضیحاتش رو تبیین میکنن، استفاده میکنیم، یاد میگیریم. در خدمتیم. آیه 117 سوره نساء یه واقعه رو در زمان خودش مطرح میکنه. میفرماید ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. میفرماید در اون زمان، در زمان نزول این آیه، کسانی هستند که دعا نمی کنن جز خدا رو مگر زنانی رو، اناسی. این زنان بت‌هایی بودن، بت‌های زنانه. بله. منات و فکر کنم عزا و اینها، و اینها نماد زنانه داشتن. درسته. بعد اینا خواسته هاشون از اینا می‌خواستن. از اینا می‌خواستن. بت بودن، بت تراشیده بودن، بت‌های بزرگی بودن. البته تو منطقه بین النهرین، منطقه وسیعی، یه زمانی به مناسبت مطالعه می‌کردم و یه نوع گستره جغرافیایی تمدنی هم داشته، سطح وسیعی از این بت یا نماد این بت. درسته. یعنی یا خود بت که در مکه بوده، نمادش هم مثلا میساختن. درست. پرستش میکردن. یعنی طیف وسیعی از مردم پس بله اینها رو میپرستیدن و خواستهاشون از اونا منات طلب. بله. و ان یدعون الا شیطانا مریدا، و نمیخوانن مگر یک شیطان رانده شده ای رو، رد شده ای رو. این بیان در به اصطلاح خبری منفی، ان یدعون، نمیخوانن مگر اینها رو، در مقام نفیه. همینطور. یعنی کار منکری، ناشایستی انجام میدادن. در آیه دیگری سوره هود آیه 101 تصریح میکنه قرآن کریم که اینهایی که اینها میخوانن، اینها چیزی رو برآورده نمیکنن، کاری ازشون بر نمیاد. فما اغنت عنهم آلهتهم التی یدعون من دون الله، هیچ اینها رو بی نیاز نکرد اونی که جز خدا میخواندن، هیچی رو. من شیء لما جاء امر ربک و ما زادوهم غیر تتبیب،
اگر امر خدا بیاد هیچ کس راده امر خدا نیست، نمیتونه امر خدا رو برگردونه یا درش دخالت بکنه، هیچ متغیری نمیتونه اون رو جابجا بکنه و چیزی جز نابودی به اونا اضافه نخواهد کرد که بسیار تهدیدآمیزه این آیه. خب عرض من این بود که ما ارکان دعا 3 تاست: نیازمند، بی نیاز و نیاز. در این قسمت بنده دوگانه بی نیاز حقیقی رو سخن گفتم و بی نیاز ادعایی و دروغین و باطل. حالا مصادیق دعا چی هن؟ مصادیق دعا متنوعن. دستبندی که بنده از برخی آیات دارم اینه: دعای زبانی داریم، دعای قلبی داریم و دعای عملی. زبانی، قلبی و عملی. زبانی، قلبی و عملی. مراد من از زبانی اینه که ما تلفظ میکنیم، با لفظ خواسته خودمون رو ابراز میکنیم. معمولاً هم همین نوع از دعا در میان ما شناخته شده است. وقتی میگیم دعا تصور میکنیم کسی مثل رو به قبله کرده، دست بلند کرده و داره کلماتی رو میگه، جملاتی که در مضامینش درخواستن. معمولاً اینه اون چیزی که بسیار معموله. نمونه های قرآنیش مثلا در سوره بقره آیه 126 می‌فرماید از قول ابراهیم علیه السلام. بسیاری دعاهای قرآن از قول پیامبران، بندگان محبوب خدا بیان شد. پیامبران و بندگان صالح و محبوب خدا که یه جور کارکرد آموزشی دارن که بهش خواهم رسید. میپردازم به بحث آموزش. میفرماید رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقتی اسماعیل و هاجر رو آورده اون بیابان مکه، بیابانه، دعا میکنه که اینجا آباد بشه، بلد بشه. خدایا اینجا رو بلد قرار بده و بلد امن. چون بلد بودن یک چیز، امن بودن یک چیز. میشه بلد باشه، امن نباشه. ورزق اهله من الثمرات. اهالی این بلد رو هم از ثمرات برخوردار کن، از نتایج. ولی مشروط: من آمن منهم بالله و الیوم الاخر. میفرماید که اهلش رو، اون دسته از اهالیش که ایمان به خدا و آخرت دارن، اونها رو برخوردار کن. جهت داره، مشروط. دعای مادر حضرت مریم سلام الله علیها در آیه 35 سوره مبارکه آل عمران عرض میکنه که رب انی نذرت لک ما فی بطنی. این فرزندی که در شکم دارم نذر کردم برای تو. فتقبل منی. تقبل منی دعاست، سخنه و قرآن هم نقلش میکنه. انک انت السمیع العلیم. شنوای دانایی. نمونه های اینجوری فراوانه، فراوان. چون عرض کردم بیشتر دعاهای ما زبانی است و با لفظ. حتی مشرکان هم یا افراد لجوج از مسلمین که ایمانشون در قلبشون نیست، نمونه ای را از اونا هم عرض میکنم.
میفرمایید. در سوره مبارکه انفال آیه 32 که میگن مورد نزول این آیه جاییه که ولایت امیرالمؤمنین ابلاغ شده، برخی دوست نمیدارن، بر نمیتابن ولایت اون وجود مقدس رو. این دعا رو میکنن: اللهم ان کان هذا هو الحق. اینها خدا رو قبول دارن، بی نیاز مطلق رو، اما خواسته خدا رو قبول ندارن. خدا رو هم صدا میزنن، خدای بی نیاز مطلق رو. میگن اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک. اگه این واقعا حق این سخنی که پیامبر به ما گفته، فامطر علینا حجارة من السما. از بالای سنگی بر ما ببار. اینم یه جور خواسته است. آیه قوامی خواسته بین این همه خواسته، این آخه خواسته است آدم از خود. آره آقا. او ائتنا بعذاب علیم. حاضرن عذاب علیم رو برشون نازل بشه بیاد، ولی نپذیرن اون چیزی که پیامبر در بچیزا هست که برش سنگی آمد و دعاش مستجاب شد. بله. خب اینا نمونه های زبانی بود که شایعه در میان ما میشناسیم. من برای اینکه بیشتر لذت ببریم نمونه های قرآنی رو عرض کردم. من میدونی یاد چه حکایتی افتادم؟ بنده خدایی تو بستر بیماری افتاده بود، ظاهرا پیامبر میرن به عیادتش، میگه من گفتم به خدای اگه قراره که منو اون دنیا عذاب کنی، همینجا عذابم بکن و از دنیا ببر. بعد پیامبر فرمودن این چه دعایی بود کردی؟ بله. میگفتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. هر دو جاش رو این حکایتی که شما گفتی من میرسم. آدم همه خواسته خوب این همه خواسته خوب داره، چرا اونجوری دعا؟ که ما نیاز داریم آموزش ببینیم، یاد بگیریم چی بخوایم و چگونه بخوایم. اینها رو خدا بیامرزه. استاد ما به ما میفرمود که شما فقط برای دعا خواندن دعا نخوانید، گاهی بخوانید که یاد بگیرید. عجب. زمانی که ایشون خدا بیامرز اینها رو به ما میفرمود، من یادم من گاهی در یک روز صحیفه رو همه رو میخوندم. فقط خوندم تو تاکسی، تو پیاده رو، هر جا می نشستم، برای اینکه فقط ببینم امام ما چگونه با خدا سخن گفته. اصلا یکی از کارکردهای این همه دعایی که از معصوم برای ما به جا مونده خب همینه دیگه، خواستن به ما یاد بدن که چجوری به از خدا طلب. در برخی مضامین هست که ادعو که به فنون دعوات. آره. دعا کردن هم فن داره، اقسام داره. اینها رو انشالله بهش میرسیم. در بحث قلبی رسیدیم به بحث قلبی، منتها فرصتی نداریم که باز بکنیم بحث. فرصت برنامه‌مون رو به اتمامه. فرمودید 3 جور ما دعا میکنیم: دعای زبانی داریم، دعای قلبی داریم، دعای رفتاری و عملی. بخش دعای زبانی رو فرمودید، مصادیق قرآنیش رو هم تبیین فرمودین. اگر اجازه بدید همینجا نگه داریم و به شرط حیات و توفیق هفته آینده خدمتتون باشیم و ادامه مباحث نوشتن یاد بگیریم. در خدمتتون. زنده باشید. عوامل نداریم، محتاجیم به دعاتون. خیلی استفاده کردیم، دست شما درد نکنه.